به نام خدا. سلام دوستان، دستگاه دزدگیر سیکوریتی مدل 805 که با سویچ آن و آف میشه قراره یه تغییراتی توش بدیم و با ریموت کنترلش کنیم. ریموت کنترل دو رله بت ها استفاده میکنیم. این دستگاهمون دارای 2 تا ریموت کنترل و یه میکروچیپ هستش که قراره به بورد دستگاه اضافه شه. نصب انجام شد. خب پایان کار تست میگیریم از دستگاه. دستگاه آن شد. علی آقا بیزم از جلو سنسور رد شو. دستگاه فعال شد. آف.